10 تا از ثروتمندترین فوتبالیست‌های جهان از 10 تا 1 به ترتیب. رتبه 10 هالند با دارایی حدود 100 میلیون دلار. رتبه 9 لواندوفسکی با دارایی حدود 105 میلیون دلار. رتبه 8 ریاض محرز با دارایی حدود 125 میلیون دلار. رتبه 7 کوین دی بروینه با دارایی حدود 130 میلیون دلار. رتبه 6 محمد صلاح با دارایی حدود 140 میلیون دلار. رتبه 5 هری کین با دارایی حدود 145 میلیون دلار. رتبه 4 کیلین امباپه با دارایی حدود 250 میلیون دلار. قبل از اینکه ستای برتر رو بگم، چنل رو سابسکرایب کن. رتبه 3 نیمار جونیور با دارایی حدود 450 میلیون دلار. رتبه 2 لیونل مسی با دارایی حدود 1 میلیارد دلار و ثروتمندترین فوتبالیست جهان کسی نیست جز کریستیانو رونالدو با دارایی حدود 1 میلیارد و 250 میلیون دلار. تو طرفدار کدوم بازیکنی؟ تو کامنت ها بنویس.